روز دوشنبه در شورای امنیتی سازمان ملل روسیه برای ششمین بار قطعنامه درباره سوریه را ویتو کرد. پیشنویس قطعنامه درباره آتشبس 7 روزه در سوریه را مصر و زلندیا و اسپانیا پیشنهاد کردند. با جانبداری از طرح 11 اعضای شورا رای دادند، اما روسیه و چین از حق ویتو استفاده بردند. با گفته ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل، آتشبس فقط به منفعت مخالفان حکومت سوریه است. طور ما می‌دانیم هر بار چنین آتشبس را جنگجویان برای مستحکم کردن موقع خود و به دست آوردن مهمات استفاده می‌کنند. نخود برای به دست آنها دادن چند منطقه جان هزاران نفر در خطر گذاشته شود. روسیه نمی‌تواند که طرح پیشنهادی را بپذیرد. با گفته دیپلمات روس، پیشنهاد همه گونه قطعنامه‌ها درباره سوریه باید تا مذاکرات روسیه و آمریکا در ژنو متوقف شود. مسکو میگوید مذاکرات باید روزهای نزدیک صورت بگیرد. معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل موقع‌گیری چورکین را بهانه خواند. اجازت بدهید بگویم امروز روسیه و چین ضد چی رای دادند؟ آنها مقابل رسانیدن داروواری به مردم برآمدند. به ضد بیرون آوردن بیماران و افراد رای دادند که برای زنده ماندن در بیمارخانه‌هایی که بمباران میشوند شانسی ندارند. آنها مقابل رسانیدن مواد غذایی به مردم آسایشته رای دادند که احتمالاً از گرسنگی میمیرند. این حکم قتل به مردان و زنان و کودکان بیگناه است. با گفته سازمان ملل در آن ناحیه‌های حلب که در دست شورشیان است، بیشتر از 200,000 نفر به سر میبرند و اکثریتشان از کمبود غذا و داروواری رنج میکشند.